گیر. خدا از تو راضی باشد سیول جان. حیاتت مانند آب شود، آبیارانت بسیار شود. سرم چنان در کرده شده است که فهمانده نمیتوانم. دلم آرام شده. تمام کرده باشی زود بیرم. ای سیول، یک چیز میگویم. ما دوباره یک جا شده نمیتوانیم. تو چی گفته ایستاده ای؟ آخر من تو را بسیار دوست میدارم. من بسیار عوض شدم، بسیار به خدا بسیار عوض شدم. البته تا درجه که به جای اون کنعانی دیوانه به محبس میدروی هم. ای کنعانی دیوانه رو همراه مکن. اگر ما دوباره یک جا شویم، همانند گذشته همش خوب میشود. التماس به من باور کن عزیزم. در گذشته بسیار خوب. البته مرا گوش کن نمیک. من دیگر با تو کاری ندارم. این رو بفهم. اکنون زود بیرم. زود باش. اگر تو در حیاتم نباشی زندگی به من حرام است سیول جان. بله. بتول اکا جان خواهر بازم خوب دیدگی بری نیست میکنم چونان میترسم که یکی این خوب با آخر میرسد و شما مرا پرتفته میروید. خاطر نشو، تو رو پرتفته به هیچ کجا نمیرم. به هیچ کجا. تو خوب هستی؟ طبعا کیم چخیل خیره میتابد. نه خوبم دین شب خوبم نبود. به فکرم از همین سبب است. بیمار نیستی؟ نه بیمار نیستم جانم. فهمم. و تو چی شد؟ چرا میخندی؟ نمیدونم بازم باورم نمیآید. اکم از نزدم اومده حال و احوالم را میپرسد. اکا تو از من چیزی رو پنهان داری؟ بسیار پریشان مینمایی. نه بهتر خوبم. من یگان چیز رو پنهان ندارم. مگر باینگه زهرو جنگ کردید و به من نمیگویی؟ زهرو؟ نه جانم این خیلی چیز نیست. اگر این خیلی میشد چرا نمیگفتم؟ انا برای این بسیار خرسند شدم. مرحمت. تشکر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر زهرا جان. داملازیا در کجاست؟ من هم به شما درباره داملازیا یک چیز بسیار مهم را گفتنی بودم. مایلش تو بازدید اکا جان. تو بازدید. زهرا درباره داملا چی گفتن میخوایی؟ ازدواج ساخته کردنش را میگوید. آخر تا که این را پنهان داشته میتواند. طولی خاموش شو. زهرا به تو میگویم مرا عصبی نکن. درباره داملازیا چی گفتن میخواهی؟ داملازیا نمی آید بابا. با اشتباهی تو. داملازیا نمی آید؟ چی شد؟ تو حالا هم در همین جایی؟ آدمی پستی ابله. زود از اینجا بیرم.
نمیک نمیک یا خدایا تو چی کار کردی؟ یاری دهید با یاری تجلی زنگ زنید نمیک یاری دهید تو چرا این کارو کردی نمیک؟ چی شد؟ دارو خورده است خدای توبه نمیک با یاری تجلی زنگ زن دکتر و نمیک. جیزن تاکسی فرمایش ده یگون نمیک، کار خیر. کنیموس نه بیمارخانه لازم نیست من خودم حل میکنم کنه بیا نمیک خیز نمیک آخر چرا این کارو کردی؟ Hocam, İcabı. hocam. Dün akşam yeğenimle fizik çalışırken aklıma bir tane soru takıldı. Hayırdır sen fizikle mi ilgileniyorsun? Yok hocam, yeğenim çalışıyordu, ben de yanındaydım hocam. İcabı? İşte hocam ben yeğenimin yanındayken aklıma soru takıldı. Ya İcabı sorunun ne zaman, nerede, ne şekilde aklına geldiğinin bir önemi yok yavrum. Vakit kaybetmeyelim oğlum direkt soruya gir. Hocam bittiyse sorumu sorabilir miyim? İcabı ben senden başka bir mevzu açmadım ki neyin bitmesini bekliyorsun? Sor. Evladım niye bakıyorsun? Soru sormayacak mısın? Sor hadi. Hocam ben sözünüzün bitmesini bekliyordum. Bitti İcabı bitti. Hadi sor. Tamam hocam. Hocam şimdi maddenin en küçük yapı birimi atom muymuş, kuark muymuş, neymiş ya? Bu yerdeki taşın da bizim de aynıymış ya hocam. Evet öyleymiş. Hocam, şimdi bu taşla bizim en küçük yapı birimimiz aynıysa... Peki bununla aramızdaki fark ne hocam? Bir dakika İcabı. Vallahi fizik çalışman işe yaramış İcabı. Güzel soru sordun bak bu sefer. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Yaz. Bir tutun hocam şunu. Buyurun hocam. Bu taşla bizim aramızdaki en büyük fark ruhtur İcabı. Ruh. Yazdım. Yazdım hocam. Allah razı olsun. Ah. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Maşallah fiziği de kuvvetli. Seninle akraba olma ihtimalimiz var. Neyse. Şimdi unutmayayım. خانم زهرا از شما یک چیز را خواهش کردنیم لطفاً داملوزیا را به پلیس ندهید همش از برای خطای من است برای دزدی کردن مجبور شد اصلا او دزدی را کیها ترک کرده است به این حال هم درو گفته ایستاده چی خیر داملازیو ها؟ او کاتاکیلاس است به کلتکیلس بودن او ننگرید در حقیقت بسیار انسان قلبش پاک است سری کسی به تنگی دارای افتد قدر تعریف در نکنید. کمکش می دوستی او هستی چرا به تو باور کنم؟ تو هم یک دروغگو هستی خانم زهرا من خودم را نمیگویم از خودم گذشتم اما باور کنید برادرم قلبی مانند الماس دارد انسانی پاک است خانم زهرا التماس میکنم برادرم را به پلیس ندهید پسر جونی خدا گلی دیر میکنه او کجا شده باشه؟ من از کجا دونم سلامت باشی رحمتی کالونیانگا اکا بخیر است تو مرا چرا در حال به اینجا دعوت کردی؟ های پسر تو در کجا میگردی ها؟ شب رو در کجا روز کردی ها؟ اکا چه خیل شب چشمم رو بزور میکشم بیمار هستم مگر نمیبینی لوند میدونی ما با پاریژ میرویم این چقدر خبر خوش است کاش که بیمار نمیشدم حتی همین شب این برای من سورپریز کلانش براتر نگفتی که من لیباسم رو جمع کنم بازی بسر دارم زنگ زنم هیچ گپ نه لوند با تعلقه ندارد ما میرویم همین خیل باز من فکر کردم که شما مرا همراهتان میبرید نه کجا شد آن روزها هفته مود بوده است نمایش مود یک هفته نه دعوتی هستیم در اصل ما نمیرفتیم
دیگر رفیقانمون میرفتن. از سبب کار داشتنشون ما را روان میکنن. اما خوب شد. بسیار نمایش کلان مهم است. مطلقا رفتن ما لازم است. البته روی سعید جان بین تو چقدر کودک خوشبخت هستی. من در حیاتم به خارجه نرفتم. تو در کودکیت به پاریس میروی. سعید جان از رفتن بسیار غمگینم. اما که تو رو فراموش نکنم. تو رو بسیار یاد میکنم. مرا یاد نمیکنی چی خیر؟ چون که با تو میمونم. اکا مگر مسخره میکنید؟ یعنی شما ما رو مسخره میکنید؟ اکا این چی گپ است؟ شما این کار رو برخاست میکنید. آخر لبند اما کش هستی با ما آمدنی اونا ممکن است باید مکتب روند. بله یعنی چیکار میکنن؟ امک دارد. ما باشیم ما فکر کردیم که امکش نگاه میکنن. از همین سبب تو رو دعوت کردیم. اکا جان یک بار فکر کنه. سعید جان ببخشید که من این گپ رو میگویم. ای گوش کن اکا جان، تمام معلم میدونه که سعید جان یک کودک بی تربیه است. من از اودش نمیبارم اکا. میلش خواطر نشو. یک جو زنگ زدیم. یک هفته اینه یک دویا میآید. چی دونن؟ یعنی خوراکش رو تهیه میکنند، لباسهایش رو میشوید، اما چیزی نباشد در نزدش یک مرد بودنش لازم است برای نظارت کردن اخی. همچون امکش این وظیفه رو به تو واگذاشتنی بودیم، اما فکرمون قدر راست نآمد. دلت نخواسته ایستاده است. از همین سبب گلی با مادرت زنگ زد. با اونجا میبریم. سعید جان رو اون نگاه بین میکند. دیگر چاره نداره. رفتیم پسرم. تمام من نگاه میکنم. بیا دست نخور. نه دلت نخواسته ایستاده است. این خیلی نمیشود لیوین. تمام دلم میخواد. من نگاه میکنم. رو نزه. هورا یک هفته تنها میشوم. اکا مگر چونی کودک رو به دنیا میارن؟ خیر ما کم در بعد میبرایم. باید فکرم دویا بعد از یک ساعت میآید. من به تو کلیت ها رو دهم. محکم میکنی. باز فراموش نکنی. اکنون باشد ما میرویم. گلی میرویم. به من گوش کنی. امکت رو غم ندی. کنی اینجا بیام. تو رو دوست میدونم. بسرکم خیر. خودت رو احتیاط. خیر رای سفید. اگر مشتری آید قید بکن. البته قید میکنی. اگر مشتری بیاد کوتاش رو میگیرم. رفتیم ببینم دیر مونده ایستاده. بسیار خوب آمد. این هفته شادی و خورسندی میکنیم. مایل سعید جان به من نزدیک نشه که من بیمار هستم. من پلیس هستم. اکم رو بین مرا با چی کارها آواره میکنن. ساعت چند شده باشه؟ فراموش کردم. پدرم را زنگ زده بپرس. برای گوشه خطی کودکا بازی که گرنگ نکن. در اینجا چی کار میکنی؟ تو مرا تعقیب کرده ایستاده. کنی رو از اینجا. با تو گفتم که رفتن نمیتوانم. خواهرم رو پرتافته به هیچ کجا نمیروم. خوب پس از چشمی من دور شب دوست. تو را دیدن نمیخواهم. دور شب. گوش کن. اگر مرا گوش کنی. چی را گوش کنم؟ دروغویت را گوش کنم. به همه کی بودنت را میفهمونم. چی را میفهمانی؟ کالتکیلس یک دوست و قاتل بودنت را. از کالتکیلاس گفتنی یک دوستی قاطع حامله بودنت رو هم میگویی؟ سفسطه نگوی. چی خیلی حامله ها؟ من حامله دار نیستم. اما هم خیلی فکر داره. خوب پس حامله دار نبودنم را میفهمونم. این هم قدر آسان نیست. بعد کالتکیلاس بدنی من رو فهمیدند این خیلی گفتنت رو همه فکر میکنند. هیچ کس به تو باور نمیکنه. خیر چی کنیم؟ من باشم میگویم که دروغ گفته بودم. عجبا با کدام دروغت باور میکنند ها؟ گوش کنید خانم زهرا، خود با خود یگان زن من حامله دار هستم نمیگوید. هیچ کس به این باور نمیکند. آخر مرا پدری ساخته کرده. مجبور شدم میدونید. من هم مجبور شدم. چند ماه شد یک بازی را دوام داده ایستاده و من تو رو یگان بار در نیمه راه نگذاشتم. نفهمیدم. مرا در نیمه راه نگذاشتی؟ این کاری کرده در نیمه راه گذاشتن نیست. چی است مگر بفهمون؟ دنبالویم گفته کالتکیلاس بر آمدی. این حالت فرق میکنه. من همه چیز نگاه نکردم. من این بازی رو دوام دادم. علاوه بر این شما مرا به این بازی داخل کرده. بگذار زبانم میپیچید و شخصی ولادار شوندم این است نمیگفتم. گوش کنید. من شما رو هیچ وقت در نیمه راه نگذاشتم. حالا شما مرا گذاشتم میروید. آفرین. انگشتم رو چکمتر دارم. پولی شود؟ خوب هستی؟ خوبم. کنی گذر؟ بیا کنی گذر. خوبی ها؟ شکر که حالتش بهتر شد. کنی نمیک اینجا شید. کنی. آفرین. خوب هستی ها؟
ах севал ҳаётамро наҷот додӣ ман аз ту қарздор шудам ман не ӯ кӯмакам ту намик чаро ту ин корро кардӣ агар як бори дигар ин хел карданӣ бошӣ рафта дар дигар ҷо бикун фаҳмидӣ маро нагузошти ки ман худкушӣ кунам севалҷон ман туро бисёр дӯст медорам севалҷон як имконияти дигар дед ҷигарта бихӯрам ба худо дӯстут медор имкон дед то даме ки дар дасти ин канъони девона кор мекунӣ намешавад намик аммо агар бо ӯ кор карданро бас кунӣ яъне агар бо канъон корро бас кунам мешавад баъд фикр мекунам тамом бас кардам канъон гуфтани шахсро намешиносам ӯро аз ҳаётам дур кардам бале ҳал мекунам ман ба ту як коса об биёрам бисёр хуб мешавад бале худоям қабул кард розӣ шуд қабул кард то мисли шаввол будаям шаввол гуфтӣ чиро дар назар дорӣ бисёр хуб дилбардорӣ кардия дилбардорӣ این خموتیر نشد در بین دوستان این حسی‌ها پیدا می‌شود در بین خودمون خرسند شوم غمگین شوم وای قبول کرد بله خوبم کنی بیا پسرکم آیسته بله آیسته آمدن گیر تیارمون آماده است بله اکنون به ایستگاه آخران رسیدیم من با تو بسیار میفخرم من هم میفخرم جان جانم انا بین من تو رو با این حال بیماریم به شیرینی خوری بردم خوب خوردی گشتی اکنون لباسات رو عوض کرده راست به مکتب رو جان جانم اماکی من خودم بیمارم من رو غم نده اماک هیچ خواهشی به مکتب رفتن رو ندارم همین خیر پس نباشد من تو رو خچق میگم زود باش لباسات رو عوض کن به مکتب میرویم دام الحمدلله چی شد اماکی زنگ میزند ناگهان در هیجان افتاده سله زنگ میزنم اون دختری که با خواستگاریش رفتیم باز با او خوراک تیار کرده بودیم همه بله من آخر دیگر یگان سله رو نمیشناسم پسرم در حیات من بغیر سله دیگه همه مردک خیر اماک چه انتظار هستی با تلفن جواب ده آخی راست گفتی یک دقیقه سلام خانم سله نه باز آواز کمتر باریک شود خانم سله شما چه خیل شده زود باش اماک زود الا لبای خانم سله چه خیلی افشو لیوه خوبم خانم سله خوبم لیوه تو بیمار شده ای؟ نه خانم سلین چی با سعید جان کمتر در داخل پارک و باغا گشتیم کمتر چند خوب در اومده است سعید جان؟ ها کم چون یک هفته نه با پریز رفتن سعید جان رو یک هفته من نگاه بین میکنم ای تو باز با این حالت کودک نگاه بین میکنی مایلش لیوین جان خودت رو نغز نگاه کن من باز به تو زنگ میزنم صحبت میکنی مایلش خانم سلین برای من خوارتی شده است برای گوشه با مکتب را اوف سلامت باشی نه از زود با مکتب را بیچاره جانی من بسیار زکونی سخت شده است ینگش هم رفته است اکنون لیوین جانم رو کی نگاه بین میکند لیوین جانم رو این چی گپ است سلیم به خدای توبه من چرا به تو باور کنم؟ من حتی نام اصلی تو رو نمیدونم تو سر تا پا دروغ هستی احمد زیو احمد زیو؟ بله نباشد ازمی بلود کی است؟ ازمی بلود او یک دیوانه است تو دیوانه هستی از روی تو شده اون آدم به مسجد در آمده نمیتونه حالا تو میبینی حالا ایست یا خدایا این راه رو بستنده هیچ گپ نی در هر کاری خیری هست دومولای ساخته دومولازیا حالا نقابی تو را فراورده در نزد جماعت شرمندت میکنم کی بودنت را همه میفهمند هیچ چیز ندانستنت را میفهمند تو به جای من آمده به من فلاکت شدی من باشم حالا شخصی ساخته شده و تو فلاکت میشوم روزت را میبینی نقابت را آشکار میکنم دامولای ساخته کار بسم الله الرحمن الرحیم یا خدایا توبه روزی باران بوده است
ببینید مرا ماشین مرده کشک نزد شاید مرا نشناخت اینها هیچ نمیشناسن حالا ببینید میدانید دل من برای خواهرت بسیار میسوزد. در آخر حقیقت را میفهمد. نمیفهمد. برای محافظت کردن خواهرم مجبور هستم. بیتول را از کی محافظت میکنی؟ از کنعان دیوانه. کنعان دیوانه چی علاقه داره؟ یک روز به خانه کنعان دیوانه در آمدم. مجبور شدم. به جای ایستادن احتیاج داشتم. خانه او بودنش رو نمیدانستم. علاوه بر این خانه خالی بود. یک قدم رفتیم با خدا که میپرم. نزدیک نشود نزدیک نشود که این گناه من نشود. سرده اگه چکار میکنی آخر سرده من را. تو خواستی که او رو نجات دهی اما او این را در خاطر ندارد ها؟ بله. چرا این خیلی پرسیدی؟ چی خیر؟ ماننده آنه که باور نداری. باور ندارم. به یکون چیزی تو باور ندارم. تو یک شخص دروغگو هستی. گوش کنید بس است خیر. در اصل به تو بس هستی. شرم نداشته حالا هم دروغ گفته ایستاده. بیگناه کی باشی چرا رفته تسلیم نمیشوی؟ گوش کن من بیگناه اما تا زمانی که خاطره کنعان دیوانه خیلی رفتن گیرد بیگناه بودنم را اثبات کردن نمیتوانم. فهمیدی؟ از همه مهمش بیتول است. اگر بیتول کلتکلاس بودن مرا فهمد از من دور می شود. او رو بار دیگر از دست دادن نمیخواهم. چی خیلی نباشد میفهمد؟ نمیفهمد. تا وقتی که شما نگوید نمیفهم. لیکن من یک چیز رو نفهمیدم. تو میدونیست که از نی اونرم از پی تو است. چرا برای ازدواج کردن با من راضی شدی؟ نمیدونستم. بعد خبردار شدم. مالش بعد خبردار شدی خرچه رو دوام دادی؟ آخر تو برای رد کردن فرصتی زیاد داشتی. چرا چنین کردی؟ چرا گفتم جواب دی؟ بله جواب رو انتظار هستم. چونکه به تو عاشق شدم. تو رو دوست می‌دارم زهرا. دوست می‌دارم. چونکی حالا دروغ موافق نیافتی ها؟ من شما رو در نیمه راه گذاشتن نمیخواستم. همش همین است. به تو باور ندارم. پیشخیزات حساب رو بیارید. چی شد میخیزیم؟ میخیزیم گفته چی رو در نظر داره؟ اکنون دیگر در بین ما گفتن گپ نیست. من میخیزم. تشکر عزیز. Sana rağmen yine severdim. Daracım ip boynumda. میلیس السلام مانده نباشید. سلام سلامت باش. من برای گرفتن شیرینی های دوست داشته اپی خاله آمدم. خواهش پیدا کرد. مایلش در حال میدیم. تو نشسته انتظار شو مایلش. مایلش. روز بخیر خانم میلیس. چی خیر ناز میکنن دیدی ها؟ شرا از تو یک چیز میپرسم با فکرت این دختر به تو نگاه میکند از برای خدا این ایش از کجا برآمد التماس به من بفهمون زود من انتظارم نمیک این شب با خانم میلیس شعر نوشتم. شعر نوشتی ها؟ میگویم که برده با او دیم ها. یا خدا توبه کردم. فرض کردیم که تو شعر نوشتی مایلش برده دادی با این هم مایلش خواند با این هم مایلش فکر میکنی که آمده تو رو به آغوش میگیره؟ تو دیوانه شده یا؟ اخلاق رو خورده یا؟ علاوه بر این من بیانگای سیاولت وعده دادم که از این کارها من دست کشیدم. درباره من نیست. دور شو. نه من قرار قدیم رو دادم. برده میدیم. دوستم مگر من به تو گفتم که نه بر نده. از نزد من دور شو. ولو ینگت میاد چی بشه؟ دور شو. مایلش. میلیس جان یک دقیقه اینجا بیا. مایلش اپا. خانم اینها رو نوکت پختیم. اینها رو همونه. مایلش خوب بشود. انا در بینشون گذارید. مایلش جان. استاد
هجری استاد سرم رو یک سوال آمیخته کرد انتظار شدم که باز بسیارتر آمیخته کرد بعد آمدم. خوب کردی هجری. استاد بپرس. انا خوردن گوشت خوک از نگاه دینمان حرام است که استاد؟ بله هجری. استاد روغنش هم حرام است که؟ بله هجری. خیر نباشد استاد گریپ خوک شدن حرام است؟ چی؟ استاد زکام خوک شدن حرام است؟ آی هجری این چه سوال است؟ مگر آدمان برای زکام خوک شدن بسیار خواهشمندند؟ نفهمیدم استاد. هجری تا زمانی که گوشت خوک نمیخوری یگان مشکلی ندارد. اگر خوک تو را خورد این اکنون جوابگری خوک میشود. فهمیدم استاد. مرا خوردن خوک مشکلی ندارد. خیر استاد آخر من مرا خوردن خوک رو نپرسیدم، زکام خوک رو پرسیدم. و خدا که هجری آن شخص مشکلی زکام میشود. استاد کمتر وسیع‌تر شرح دهید نفهمیدم آخر. و نبین هجری تا وقتی گوشت خوک نخوردن مشکلی ندارد. زکام خوک شدن باشد حرام نیست، اما تو بر زمین احتیاط بکن یعنی زکام خوک نشود. خدا از شما راضی باشد. از تو هم راضی باشد. زکام خوک نشود که حرام است. زود باش هجری به نماز دیر میمونه. مرحمت استاد. اگر ملیس شیرم رو خونده یگان اشاره کنه همش خوب میشود. قربانی تو شوم خدایا. جانم به خالتا گذارم. لازم نیست با ماشین میروم. مایلش چه خیلی که خواهی. تشکری زیاد. آه شود باز بیا میلیس. روزتان بخیر روزی بوده تو هم بخیر باشه. با اویلت و سلام. مایلش. تو بازدید خانم ملیس. چی گپ است ها؟ چای نوشیده ایستاده بودیم اکا. من مگر شما را برای نظاره کردن روان نکردم ها؟ تو مگر باز از خفای آن دختر هستی؟ خیل دختر با خدا یگان دختر نیست. چای نوشیده ایستاده بودیم. همین خیل نه نمی چای نوشیده ایستاده بودیم. کمتر مزه هم گریخت دارو خوردم که شفا یابم. نمیک در اینجا چی گپ است؟ چی یعنی تو با آقای کنعان نگفتی که دیگر با او کار نمیکنی؟ نمک؟ اینسان چی میگوید؟ خطا کردم. با تو باور کرده خطا کردم. اکای کانون از این پس دیگر من با شما کار نمیکنم. وای 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 من باشم تو را آدم گفته در برم گرفتمه. تفو خدا تو را زند با گپی یک زن گوش انداخته کسبت را میپرتایی. با خدا که گپ ندارم نمک. چی خیل کسبه؟ شما مگر این رو کس میگوید؟ خانم شما بین ما ندارید و ما مردها باشیم بین خودمان گپ زنیم. خاموش. های نمک من تو را دیگر دیدن نمیخوام. دیگر بچه‌شان ننما تایلاخی زن کلان. پیش درا با نماز جمعه میرویم. نمی پیش درو این احمق پس به نماز جمعه میرود و تو نمیروی؟ کنی پیش درو؟ مایلش میروم. بله محترم جماعت موضوع امروزمون هم به آخر رسید. به همه‌تون خیر. محترم حضرت دامولا من به شما یک سوال داشتم. به خدا که سرم را آمیخته کرده ایستاده است. عجبا شرطهای اسلام چند تا هم و کدام هایم؟ البته محترم جواب میدیم. ما در گذشته این موضوع رو با هجری گپ زده بودیم. کنه بینیم در خاطرش مانده است یا نه. هجری کنه با سوالهای همه جواب ده. مایلش استاد شرط های اسلام 5 تان کلمه شهادت گفتن، نماز خواندن، روزه داشتن، زکات دادن، ادای حج کردن. ماشاءالله آفرین هجری آفرین هجری. اما جواباتون رو گرفتید؟ با این ساخته کار بینگره چه خیلی راهش رو یافته خودش جواب نداد. ها جوابش رو گرفتم. من با شما باز یک سوال دیگر داشتم. حضرت پیغمبرمون در کدام سال هجرت کردن؟ سال 622. آفرین هجری. با کجا هجرت کردن؟ با مدینه.
آفرین. هنگام هجرت کردنشان خانهشان را با کی امانت گذاشتند؟ با حضرت علی. آفرین هجری. حضرت علی چند سال خلیفگی کردند؟ 5 سال. آفرین هجری. پیش از حضرت علی خلیفه کی بود؟ حضرت عثمان. آفرین هجری. حضرت علی در کدام سال شهید شدند؟ سال 662. تو عثمان. Aferin canım. Hazreti Ali kaç yılında şehit edildi? 660. فسبحان الله. آفرین هجری. کدامی از برگانی پیغمبرمان را در دشت کربلا شهید کردند؟ پس کن تو برادر، تو چه خیلی مسلمان هستی ها؟ تو چه خیلی مسلمان هستی؟ این را مگر کی نمیداند؟ البته که جناب حضرت حسین را شهید کرده بودند. بس برادر، نمیبیند هیچ چیز را جواب نداد. چرا؟ چون که هیچ چیز را نمیداند و جای آن دیگر کس به سوالها جواب میدهد. این آدم ساختکار است. این ساختکار است. این دیوانه با اینجا چه خیلی در آمده است؟ دیوانه؟ من دیوانه نیستم. او دیوانه است. من دامولای حقیقیم. بله دامولای حقیقیم. در مسجد داد نزن. این عینه برای مسجد در آمدن نمودش را تغییر داده است. یعنی در حقیقت هم دیوانه بوده است. برادر، من دیوانه نیستم. انا دیوانه این است. آخه این است. دیوانه این دامولای ساختکار است. دیوانه ساختکار از ریش و جامه و سلط شرم دار. برادران مؤمنی عزیزم گوش کنید. این جماعتی مرا دوستید. این دوست است. مسجدم را از من دوستید. دامولای ساخته است. خاموش شو. این آشکارا برای ویران کردن نماز جمعه آمده است. مرا گوش کن. این را بیرون کن. مایلش نامک لبک تو خاموش شد تیلا. من تو را خط زدم. تو الکی در خط سیاهی من هستی. اکا صدقه تو شما من سیوان رو بسیار دوست می‌دارم. انا ببین از این نشونده ادونش مونده شدم. این چه نکنه که تو با من گپ نزن. آخه برادر خطا کرده ایستادید. خطا. من اینجا میمانم. من امام هستم. دامولای ساخته این است. این رو از اینجا برید. زود برید. ایستید چیکار میکنه؟ آخر از مسجد برادران هیچ کس را بیرون نمیکنن. مسجد همه ما میباشه. یعنی اگر دیوانه هم باشد اون هم در اینجا حق داره. بله. آقا حالا با تو کارمان تمام نشده است. روزت را میبینی. کارمان تمام نشده است. حالا صبر کرده ایست. دامولای ساختکار. دامولا به نام خدایم قربان شوم، اما با بعضی بنده ها خوبی فایده نمی کند. اکا من باشد آقای کنان باشد. خدا همه ما رو در روی زمین میبیند. ما وظیفه بردوش بودن ما رو بجا میاریم. تقدیر از طرف خداست. مایلش. درست. روزهای خوش. باشد دامولا. آقای لوین ماما این کیستم؟ من از کجا دانم؟ ماما در حیاتم این خیلی دختر زیبا رو یکم بار میبینم. دعاهایم قبول شدن. خداوند این دختر رو یک قدر زیبا آفریده است. آقای لوین من خطا اومدم. نه شما درست آمده. نام من لوینت است. شما رو نشناختم. مرا همسری اکرتان خانم گولی وظیفه دار کردن آقای لوین. خدا از مادرم با خدا که راضی باشد. با این اهمیت ندید. این کودک است. سلام. خوش اومدی جونی من. خوش باشی. چه خیلی کجا شدی؟ این چه حال است؟ هیچ گپ نی. خوبم. زورو جان بخیر است؟ یگون چی شد؟ یگون چیز نشده است. چه خیلی چیز نشده است؟ مگر با دوملوزیو جنگ کرده؟ نه عزیز کم در که غمگینم. تو با کجا میروی؟ من چی؟ لوین بیمار شده است. رفته به او شوربا پزم. یعنی چی دونم شاید به بیمار خونه بردن لازم میشود. نمیدونم. خیر تو نیست بیرم. مایلش. سلین لبه عزیزم چی شد زورو؟ اوف سلین ناخونم شکسته. زورو من فکر کردم که یگون چیز رخ داد. یعنی چون گفتی که زورو
عزیزم یگون چیز شد؟ یگون چیز نشده است. تو زودتر برو لوینت انتظار نشود. رفته به شوربه گرم مکه کرده. تو رو شکر پختم. اکنون ببینیم. به داخلش از محبتت هم داخل کن. زهرا زود بره. خوب نباشد تا بازدید. تا بازدید جونم، خودت رو حفظ. پیش خدمت شما رو ممکن با من یک قهوه آره. البته خود. تشکر. سلام علیکم اکا جوهر. اوه علیکم السلام شوکت. خوب هستی اکا جان؟ خوبم. تو چه خیر هستی؟ خدا را شکر اکا خوبم. قسمت دویم کاری زمین هم آمد. قسم دوم؟ با زبان تاجیکی گفتم نفهمیدید. کردیت پول رو میگویم. کردیت. بله اکا. آخر حالا بر وقت نیست مگر هجری به اونجا حالا امضا نگذاشته است. آخر هجری پول رو نگرفته کجا امضا گذارد؟ در همه جا است نمیگریزد نترس. آخر پول باشد در جنگل امضا رو میمونم. من راحتم رو گوش کن اگر اون بی‌براری شود از فکرم میگردم دانسته باش. اما که ما گفتم کار حلای. مایش تمام مایش پول باشد کار حلای. من حساب میکنم. برادر با زهرا چیکار کردی؟ از خواطری دلم میکفد. چیکار میکردم شوکت؟ با خدا که از روی تو چیکار کردن زهرا معلوم نیست. یعنی هر زمان ما رو با پلیس دادنش ممکن. برادرم ما رو برادرم نگو شوکت. در حالی که چنین منظره در پیش چشمان ایمان است و مکتب روان کردن ایمان به وجدانی نشود دیگر چیست اما اکم چون خدمتگار از جا افتانده خوب کی افتانده بهترین است از جای بوت است. ای کودک تو چه خیلی گپ زده استودایی هم 30 سال مادرت هست مگر شرم نمیکنی؟ ای به خدا که ما را اینقدر دوست داشتن پدر و مادرم را نمیدونستم. برای نگاه بینی من دختری روان کرده اشان را ببین صدقه او شوم. او ما را نگاه بین نکند من او را نگاه بین کنم. سعی جان پسرم تو طلب هستی مگر طلب این خیلی گپ میزند یک بار دیگر چون گپ گوی گوشت را میبرم. حق است راز گوشت نمیبرم. شوربا هم تیار شد. شوربا؟ بله خانم گلی گفتند که کمتر بیمار شده اید. من شوربا پختم فایده دارد. ینگم چونین گفت. رحمتی کلان بسیار کار خوب کرده پخته. آخر این دختر برای نگاه بینی من آمده بود اما حال آشکاره حقی مرا دزدیده ایستاده اید. سعی جان با خدا در عصبام رسیستی خفت میکنی. کنی دهانتان را کشوه؟ نه زنبت نکشه قاشق رو ده من خودم میخورم خورده میتوانم با نیچه مانندم. نه نمیشود. من قبول نمی کنم. من حق پولی میگرفتم رو دادن میخواهم. من برای خدمت شما در اینجایم. کنی بیاید دهانتان را کشوه. سعید جان تو باشی راست به مکتب. این بختی سیاهی من بینه. سعید جان مرشد جواد را گرفته یک جا به مکتب روید با هم بازی کنید فهمو؟ کنی دهانتان را کشوه؟ کشودم. درستان درد را میداد بسیار بامزه شده است. آش شود. چه خیلی آش شود شوربا پختی آش میگوی. زود باش سلین زود باش. آخر این رو کجا جای عیبش است و دوستت آخر تنها شوربا آورده چی شده است؟ از این آخر اگون چیز نمیبرورند کو. زنگ رو زیر کن. یا بسم الله. شما براحت باشید من میکشویم. شوربات را خوردم باور کنید سلامتی هم کمتر خوب شد. تشکر زیاد. سلامت باشید. نمیارزه. سلام علیکم. شما کیستید؟ در اصل تو کیستی؟ من نوامدم. از این پس با لیوینت یک جای زندگی میکنی؟ با لیوینت؟ آره. خوش آمدید خانم سلین. مرحمت. لیوینت؟ اکای کان اون یک مشکلی دارم. شریکم ما رو فریدم.
از شما میخوام که رولاتو کوب کنید. احمق جزایش رو بینید. اگر این را اجرا کنید به شما 50,000 تازه میدم. یک دومولوزیو رو پرسیدم. اجازت گرفتن اما لازم است. اگر او اجازه دید سر و کار میگیریم. یعنی چی خیل؟ دومولو چی علاقه دارد؟ ما به دومولوزیو وعده دادیم که دیگر آدم را تخم نمیکنیم. اگر او اجازه دید این مسئله رو میبینیم. اکا من اولین بار میبینم که معافی از دومولو اجازت میپرسد. مایلش من از شما خبر انتظار میشم. تا بازی. خیره. تایلاق تو در اینجا چی میکابی ها؟ کمی گوشم از اینجا. بلاسانت. این تایلاق مرا مجبور میکنه که او را تو کب کنم. بتول اکا چیکار کردی خواهرم؟ من هم تو رو جستجو داشتم. چی شد؟ نه یگون چیز نیست، گفتم کمتر نشسته صحبت کنیم، خستگی همون رو دور کنیم، البته اگر وقت داشته باشید. وقت دارم. بیا با نزدیک ساحل میرویم کمتر میشینیم.